میهمانی که همچون نامش طاهره پاک و طاهر بود، میهمانی که تمام زنهای اعیان و اشراف از راههای دور و نزدیک برای دیدن اون به منزل ما می آمدند تا از سخنان گرانبهاش که درباره ظهور قائم موعود سخن می گفت استفاده ببرند. قائم موعود؟ بله، قائم موعود، همون شخصی که وقتی تو تبریز تیر بارونش کردند هوا تیره و تار شد، زمین و آسمان لرزید، حکومت از ترس فرمان دستگیری پیروانش رو صادر کرد و هر از خدا بی خبری هر کجا هر بابی رو که میدید دستگیر میکرد و تحویل حکومت میداد و من هیچ شناختی از ظهور جدید نداشتم تا اینکه جناب طاهره به عنوان یک زندانی به منزل ما آمد.